فریدون شمسیدین 25 ساله ساکن دهه لایابه حصار از گمانبران حمله مرگبار در مسکو است. نزدیکان او را در دوشنبه بازپرسی می‌کنند. یک دادگاه شهر مسکو شب 24 مارس با عیب عملیات گروهی تروریستی او و سه همراهش دلیرجان میرزایف، سعید اکرم رجبعلی زاده و محمد صابر فیضف را به حبس پیشکی گرفت. نزدیکانش باور ندارند که او آدم کشته باشد. یکی از پیوندان فریدون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در رفتارش هیچ عملی شبه‌آور ندیده بودیم و 6 ماه پیش به روسیه رفت و به خانواده‌اش پول می‌فرستاد. فریدون شمسیدین در نوار بازپرسی مقامات روسیه در حالی که دستانش بسته و در زمین به زانو زده بود گفت برای اجرای حمله تروریستی از یاور یک روحانی 500,000 روبل گرفت. فریدون شمسیدین سال 2022 ازدواج کرده یک پسر 8 ماهه دارد. هم صحبت ما میگوید این حادثه پیوندان او را در حالت بسیار بد گذاشته است. مقامات روس روز 25 مارس خواهر فریدون را با 3 فرزندش از روسیه اخراج کردند. به نقل این خویشاوند فریدون شمسیدین او تا روسیه رفتن در یک نانوایخانه شهر حصار کار میکرد و نه نماز میخواند نه روزه میداشت. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی او پیشتر به اتهام آزار جنسی در تاجیکستان از آزادی محروم شده سال 2020 آزاد گردیده است. مقامات تاجیکستان درباره این شهروند خود و اتهام اعلان شده نسبت به او حرفی نگفتند. حمله به تالار موسیقی کراکوس سیتی هال در نزدیکی شهر مسکو شام 22 مارس صورت گرفت. 137 نفر کشته و بیش از 180 تن دیگر مجروح شدند. مقامات روس گفتند 11 نفر در این رابطه بازداشت شده است.